سلام علیکم دوستای عزیز. موضوع امروزی ما در مورد پاسوردها یا شифرلر است. یکی از بخش‌های مهم یوز است که سوالات زیاد از این بخش میآید و امروز چند ترند و هوشمندانه را یاد میگیریم چه قسم سوالات به زودترین فرصت حل کنیم. سوال اول ما در مورد از این است که طریقه اول که ما میتونیم که سوالات را حل کنیم این است که کوشش کنیم که ما مشترک را پیدا کنیم. سوال اول که است بخش اول حرف اول و حرف چهارم یک قسم است. پس چی میشه اینا؟ دی است، دی میشه به خاطر از اینکه ای اول است، ای چهارم است. اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم. یم اول است، یم چهارم است. پس ای ما چی شد؟ ای ما مساوی به دی شد. پس در اینجا ما دوم و چهارم ما چی میشه؟ دی میشه. پس در اینجا ایس میتونه شوه، بی نمیتونه، سی هم نمیتونه، دی هم نمیتونه و ای هم نمیتونه. پس جواب صحیح ما چی است؟ ای است. سوال دوم، قسمی که از طرفند اول پیش رفتیم ما اینجا مشترک نداریم. پس ما چی کار میکنیم؟ اسم ما مساوی به چی است؟ پی است. اما ما از ما اس نخواسته، پس اسم ما کار نداریم. دوم چی است؟ ای است. اما مساوی به چی میشه؟ یه مشترک میشه. پس حرف چهارم چی است؟ است. پس باید چی باشه؟ جی باشه. یه مشترک جی باشه. سی نمیشه، دی میتونه شوه اما ای نمیشه. پس میایم که ما اینجا نداریم اما ای اینجا داریم. ای ما مساوی به چی میشه؟ وای میشه. پس ای ما که مساوی به وای که شد، ما اینجا حرف دوم ما باید وای باشه. اینجا ای نمیشه، بی میتونه شوه اما دی نمیشه چون که دوم ما وای نشده. سوال سوم ما پس از اما مشترک هسته. دوم، چهارم، پنجم و هفتم ما چی است؟ مشترک هستن. پس ما پشت مشترک میگردیم. دوم، پنجم و هفتم مشترک هستن. پس میتونه که ای بی سی شود. از طریق دیگه پیش میریم. او ما مساوی به چی است؟ ام است. پس اینجا باید ام باشه اما اینجا ای ما ای شده. پس جواب ای نمیشه. بی ما نمیشه چون که ال شده. سی ما نمیشه، دی ما نمیشه. پس جواب ما ای میشه. سوال چهارم قسمی که میبینین در اینجا حرف اول از ما چی است؟ که است. که ما چی است؟ ال است. که مساوی به ال است. پس ای شده میتونه، بی نمیشه، سی هم شده میتونه، دی نمیشه و ای هم نمیشه. پس ای یا سی میشه. ما میاییم ای را میبینیم. ای ما چی است؟ سی است. پس ای ما اگر سی که باشه ای ما سی است اما ای ما اینجا حرف چهارم است. پس حرف چهارم باید سی باشه. پس ای نمیشه، جواب ما سی میشه. سوال پنجم چیزی که در ما خیلی مهم است. ش ما چی است؟ مساوی به جی است. پس سی ما باید چی باشه؟ جی باشه. ای نمیشه، بی مشته میتونه، سی ما نمیشه، دی ما نمیشه، ای ما نمیشه. و جواب چی است؟ بی است. سوال ششم. بعد سوال همیشه در ما حرف نمیده، عدد میده، در مقابلش از ما حرف میخواد. پنج ما اینجا چی است؟ پنج مساوی به ای است. گفتم نه، هر عدد مقابلش هر چی که باشه مساوی به عموم میشه. پنج مساوی به ای است. پس اینجا ای شده میتونه، بی شده نمیتونه، سی هم شده میتونه، دی هم شده میتونه، ای شده نمیتونه. پس اینجا دوباره دو تا پنج داریم. نه باید اول و آخرش یک چیز باشه اما اینجا اول و آخرش یک چیز ای شده نمیتونه، بی هم شده نمیتونه،